سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه برای افطار یک نمود سامبوسه ورقی بنهاد ملایم تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 800 گرم آرد، 200 میلی لیتر آب شیرگرم، 200 میلی لیتر کفیر، یک قاشق نمک، یک دانه تخم لازم است. ما در اول کفیر میگیریم. شما میتونید جاش به جرغات، ریاژینکا، سمیتانه هم استفاده برید. به نهایت این سمبوسه ما ورقش ملایمی نغز میکند، خوشخور میکند. من همین نمک آرد به همراه کرده آمیخته میکنیم. یک دانه تخم همراه کرده همیشه رو آمیخته میکنیم. اکنون من آرده همراه کرده خمیری سخت میکنیم. خمیر ما باید سخت شود، بینید کشادنش نغز میشه. من خمیری ما سخت تیار شد. سخت تیار شد. اکنون 10-15 دقیقه بالاشو پشت نگاه می‌دارم که یک دم گیرد. من خمیری ما هم دم گرفت. اکنون همین خمیری ما به 3 قسم تقسیم میکنیم. میتونید به 4 قسم تقسیم کنید یا به 2 قسم تقسیم کنید اگر مثل دالاتان کلام باشد. من آرد و کرخمله همراه کرده من گانتم باشکچای نالازمه به یعنی میگن شیرینی به گرفته ماندم که من برای و کشادنی زواله ها به نهایت آسان گرفته میمانید. با دویم دفع استفاده برای تیار 3 قسم به تقسیم کنیم، 3 قسمی برابر به. به نهایت زدنش هم نغز. من می قبطش به می کرخملو آرده کره می بالا بالی هم کره کشته همین کاسه همو به میمانی کشادم باسون. من می زواله های با آرد و کرخمه می کشایم تونوک کره. من با کرخمل کشاید بینید خشروع کشاده میشد. با ورقاش خشروع می بیاد، تماما نمی چسبد. من بسیارتر کرخملی کوکروزنی استفاده میبرم. کارتوفل هم کنید میشد لیکن کوکروزنی با نغزتر. من 4 طرفش جوبه میزنیم. بسیار بعد تنوگ نمیکنیم که ورقاش خشرو نمیاد. از من وقتی من پیچانسگی به میگم که اکدام سبب ورقاش خشرو نمیاد. بسیاری ها میگن میکنیم خمیرش کره بیش همون محصولات میکنیم من که ورقه خشرو نمیتیاد اکدام سبب.
همین از سبب همین خمیر تنوک شدن و از سبب انما بریدنش خمیر ما ورقه شروع نمیتید. از من طرزی ورق کشایشم نشون میدیم میفهمونم. من کشادم ببینید چه من کلام من بینهای تنوک کشادگیم نیه ورقاشو که بسیار میچسبدم بسیار ورقش شروع نمیاد. گم اینه همین چارقت کرده جمع کرده میمانیم دویم قسمشم کشیم تماما نمیچسب است بیر خواتیر. من زوالای کشادم اکو من روغن درونش به من تیاپلینی من روغنی خزری همون اینی تاجیکستان باید نمین دانچه این یک نمود دیگه شاید نمین قطیشم رنگی همینو درونش سفید روغنی گاو نسخه نیکی انا مینش بهتره میشه نگاه کرد گرید که روغنی زرد باشد بینید ورقای سامبوسه ملایمه میکند بوش بینید بوی خوش میکند. مغازه مگنیت به بسیار تره نرخش 169 روبل قریب 1 کیلو 800 گرم. بیان نهایت نغز برای رمضان برای فطیر برای همین سامبوسا به نهایت نقص از من درونی خمیرامو با همین ورقاش به فقط همین میکنن. میتونید روغن گاو استفاده برید گاو و من روغن رستنی استفاده برید میشن من روغن خودمو من روغن آخرم کم همین زوال همه کشادگی همه میمده من تماما چسبیدگی نیبیه خواتیر من کم قسمش شروع شده می روغن میکنیم قبط شما میتونه می روغن به یگان روغنی گاو یا می رستنی هم همراه کنید میشه. قبطاش روغن میکنیم به نهایت روغنش بوی خوش میکنه لذتش هم نقص به نهایت رمضان با فطیره و با قلمه ها با به نهایت نقص میتونید با شاتکه یا همین دستتا مالی همه جاش به یک خیل میشه به نهایت ورقاش خوش رو هم بیاد. نه دویم قسمش تماما جای لخشم نیه به خواتر میکشایید که کرخمال که شروع آمده میگیرم دویم قبطشم من روغن میکنه من سیوم قبطش سیوم قبطشم روغن میکنه من سیاه قبط روغن کرده که من همین مثل رولیت میپیچانم همین حرکت کنید که من همین دوتا طرفش همین درونتر به گرفته قطع کنید که همین همش یک خیل میبیاد همین درازو باریک نمیشد آخرش باریک نمیبیاد و همین همش کلولی یک خیل میبیاد من حرکت کرده من همین دوتا طرفش همین درون به گرفته من تا بدید که همین به نهایت ورقش شروع میبیاد. نه نبینید چه شد یک خیل نه یک خیل شد میرامه که با مدت 15-20 دقیقه به خلدیالنگ میگذاریم که روغنش شخ شود بریدنش به نهایت آسان نمی سلفان کرده مانید که روحش پس موقع نبنده تا دم گیتنه که خمیرامه فرش تیار میکنه من گوشتو من فرش همراه کردم نه روغنی گاو چاربو من پیازه مایده ریزه کردم من 4 کنجو مایده کردم اکو من مرچ زیره تخمی سبزی من بلگری خشک نمک همین بسیاری زنها خواهش کردن که همین چی که استفاده برید همین نشان تید که ما همان استفاده بریم من همشه کو آمیخته میکنیم همین فرش حرکت کنید که همین وقتی نزدیکی خمیرتان تیار شدن با کنید که آبش جدا شده بسیار خیلی سامبوسامه سانی کشاده میکند و میکند همین نزدیکش به تیار کنید که سویجی خیلی آبش بسیار نمبرود برای همین حرکت کنید که همین وقتی خمیرتان شدگی به
فرش تیار کنید. من فرشی ما تیار شد. من خمیر ما هم دم گرفت که با قسم ها جدا میکنم. خمیرم ما قسم ها اینه که جدا میکنیم. می حرکت کنید که باریک ریزه نکنید. می کلانتر ریزه کنید ورقش خوشرون بیاد. من سیاه انگشت مانده ریزه کنید گر به نهایت سمبوساتان ورقش هم خوشرون بیاد. به نهایت با لذت میشه. من ریزه کردم من ورقش. اگر ما من خمیره ورقش تونو کشاییم وقتی من کشادگی بعد می ورقای تونو که می رخرخی پیداشتگیش همش می وقتی جو بزدگی گمشته میرد. اگر ما می خمیره خفستر کشاده می روغن کنیم من کشایم می دانه دانه ورقاش می ایستد. حرکت کنید که خمیره سمبوسه خفستر کشایید. چای می کشاییم. نکو من کلوله می کشاییم. من ورقش خودش من همین جدا می بیاد. ورقاش همین دانه دانه جدا بیاد اگر همین خفستر کشاید. والجه کشاده ما کو طرز پیچاندنش. من می پشتشه سیاه کنجه شکل می سمبوسی سیاه کنجه ما باین میکنیم بالا بالا هم میپرتایم مومن بالا بالا هم نه من همین راست بیاد من سیاه کنجه شکل کردیم اكو نش به چپ میکنیم من چپ کردیم من ورقاش اكو من می مابینش به فرش میگذاریم من فرش کردیم مایا من مابینش به گذاشتیم اكو طرزی پیچاندنش من همین سیاه کنجشه میقپیم من سیاه کنجه قبده من می اپایان من محکم میکنیم من همین سیاه کنجشه محکم میکنیم محکم کردیم من چه شد من همین سیاه خمیری ما اکنون من همین خمیرای من روبه میگیریم من از سبب خمیرش روغنینی ورقی نه لذتش به نهایت سخت نمیاد. من سمبوسا ما چه شد از والچه کلاله کشادیم من سیاه کنجه شکل قد میکنیم من سیاه طرفشه اکو من چپا میکنیم چپا کرده من این جای ما بینش به من فرش میگذاریم من فرش گذاشتیم اکو می سیاه طرفشه می سیاه بچکشه من بالاش اول محکم میکنیم من اکو می سیاه طرفشه سختتر محکم کنید که کشاده نشود. من سختتر من زیر کنیم که من کنچه من سیاه من خمیری سیاه کنجه شکل کردیم ما اکو من می چسبیدگی نیه من بالابه میگیریم من بالابه میگیریم من سمبوسا مچخه تیار شد. من سمبوسه کشادم اکو یک دونه زردی تخمه قاشق شیر همراه کرده باش میمالیم. شیر نباشد میتونید آب همراه کنیدم میشد آبی گرم. اکو می سمبوسا با شروکره میمالیم که باق شروتر میپسد. تخمالده مکنون من 30 دانه پاشه میتونید کنجیت پاشید مرک پاشید باز هم زیباتر میکند سمبوسای مایه. من 8 دانه سمبوسه کشادم من ماندگی خمیرام ایستاده است اکو این همین خمیرام اضافه شه همین مرزیلنیک بگذاریم با دفعه دیگه پختن بگیریم ورقش به نهایت خوشرون بیاد 100 پختن پیش گرفته مانید به نهایت نقص من برای افطار 8 دانشه من کشادم اکنون با مدتی 40-45 دقیقه و 200 درجه به تفتان میگذاریم. سمبوسه ما هم
پخت. پشتش چقدر ورقینی خوش رو آمد. چگونه میبینید سمبوسه ما به نهایت جای با تیار شد. من درونشم بینیم چقدر تیار شده است. من پشتش خمیرش به نهایت ملایم از سبک قطیق کریم همونجور قاط کریم کفیر. من درونش چقدر ورقینی عجایب آمده است. شما هم حتما برای افطاری نزدیکان خود تیار کنید. یگان سوال باشد حتما در کامنتری نویسید. من سوال شما دوستان را به جواب نمیگذارم. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساچیا کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.